امام مسلم و اصحاب سنن اربعه از حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنند. حضرت عمر فرمود: بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. حضرت عمر میگوید هنگامی که ما بار در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم پروانه‌وار نشسته بودیم، حضرت احاطه کرده بودیم در مسجد، ناخواست یک مرد داخل مسجد شد. یک مردی که لباسهاش به نهایت سفید تازه و آزاده بود، موی سرش به نهایت سیاه و تازه و آزاده بود، نه گویا موی سرش شسته است. لا یرا علیه اثر و سفر، در بدنش در وجاهتش نشانه سفر دیده نمیشد. تصور کنید که وقتی که شخص از سفر میآید، سفر میکند، عادتا در خاک چنگوم است، لباساش البته که گردآلود هستند. حتی در شرایط امروزه ما که الحمدلله ماشین ها زیاد هستند، در داخل ماشین میروی از چنگ خاک دور هستی، آدم اونقدر عرق میکند که بوی عرق از بدنش میبراید. اگر بالفرض از سفر آمد، لباساش از عرق تر میشوند، بدنش بوی عرق میگیرد. اما میگوید در این مرد یگان نشانه و آثار سفر دیده نمیشد. ولا یعرفه منا احد، این در حالی بود که هیچ کسی بو نمیشناختش. آدم مدینه نبود، معلوم بود که این مسافر است، اما در وجود و در وجاهت و در سر لباسش یگان نشانه سفر دیده نمیشد. او میگوید حیران بودیم. حتی جلس الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فاسند رکبتیه الى رکبتیه و وضع کفیه علی فخذیه. بسیار با ادبانه در اومد. در بعض روایات اومده است که حتی از دهن در اول اجازت خواست: یا رسول الله اجازه هست که وارد شویم؟ برای مردم عرب که این چیزا را نمیدونستن بسیار تعجب آور بود. یک شخصی بیگانه از دهن در بیاید و در مسجدی که مردم ششتیان بگه یا رسول الله اجازه هست که ما داخل شویم. وقتی که اجازت گرفت میگه نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و نوع نشست که زانوهاش در زانوی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسوند. دستش با آدابانه در بالای زانوهای خود گذاشت. فقال: یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام. گفت: ای محمد، ای حبیبی خدا صلی الله علیه و سلم، مرا از اسلام خبر ده که اسلام چی است. تو برای آن آمده که اسلام عزیز در عالم منتشر سازی. تو آمده ای که مردم به سوی دین مبین اسلام که بغیر این دین نزد پروردگار هیچ دین پذیرفته نیست دعوت کنی. پس خبر کن که اسلام چی است. در بعض روایات اومده است که حتی اول اجازت میپرسه که یا رسول الله اجازه هست که من سوال دهم؟ حضرت وقت اجازتش داد گفت که فاخبرنی عن الاسلام، از اسلام مرا خبر کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. ببینید در 5 کلمه اسلام براش فهمون. گفت: جوان عزیز، اسلام آن است که اولا گواهی دهی که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم رسول او، برگزیده او، پیامبر اوست، و بر پاداری 5 نماز را و زکات مال خیش را بپردازی
و روزه ماه شریف رمضان را داری و نهایت طواف خانه خدا را انجام دهی اگر قدرت توانایی بر انجام طواف خانه خدا داشته باشی. اینا ببینید در 5 کلمه اسلام را براش توضیح داد. اسلام همی است. حالی سوال میکنن که اصول دین، بچه‌های عزیز اصول دین ما همی است. اصول دین مبین اسلام ان همی است. مسلمانی مثال خانه دان که بنیادش بود بر 4 ارکان. همان 4 رکن کزان دین را ثبات است، نماز و روزه و حج و زکات است. مسلمانی لا اله الا الله محمد رسول الله یک خانه است که این خانه در بالای 4 ستون ایستاده است. همون 4 ستونه که خانه یعنی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در بالاش می ایستد، نماز است، روزه است، حج است، زکات است. او اصول دینه که در 4 کتاب می نویسن. اصول دین برادر 8 قسم است. او یک اصول هست که بین متکلمان رایج بود، به خاطر بحث او را گذاشته بودن. در اونجا واقعا بعضی چیزایی هستن که اصولی هستن مثل توحید، اما بعضی چیزایی هست که فروعیات هستن، 2م درجه و 3م درجه هستن، مثال امامت و امثال اینا. پس اصول اسلامی ما، بینای مسلمانی ما همین 5 چیز است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این جوان اعرابی آشکار ساخت، بیان نمود. وقتی میگه حضرت عمر که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصول بیان کرد، این مرد گفت صدقت یا رسول الله، راست گفتی ای پیغمبر خدا. فعجبنا له یسأله و یصدقه. ما میگه حیران شدیم حضرت عمر که این مرد چی در داشته باشه. سوال میکنه و با خودش تصدیق کرده است که راست گفتی. مثل که معلم از شاگرد چیزی را سوال میکنه، وقتی که شاگرد جواب داد با میگه که درست گفتی یا خطا کردی. این مثل شخصی بود که گویا میدانسته باشه، هم سوال کرده است با هم میگه صدقت، راست گفتی. باز میگه سوال کرد فاخبرنی عن الایمان، ای حبیبی خدا ایمانم برام بیان کن که ایمانش چی است. ما مؤمن هستیم، ما دعوی ایمانداری میکنیم، ما میگیم که مؤمنا بنده های محبوب خدا هستند. خدای تعالی در قرآن عظیم شان خاصتا به مؤمنان مراجعت میکند با لطف، با مرحمت. یا ایها الذین آمنو، ای آنانی که مؤمن هستید، ایمان به خدا و به روز آخرت دارید. پس ایمان چی است؟ میگه حضرت صلی الله علیه و سلم در جوابش گفت ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان گفت این همین 6 اصل است. ایمان اول ایمان آوردن ایتست به خدا، به الله سبحانه و تعالی. دوم به ملائکه های خدا که هر قدری که باشن به همش ایمان آوردم، خواه نامشو اومده باشه خواه نه اومده باشه. سوم ایمان آوردن به پیغمبران خدا، چقدر پیغمبری که خدای تعالی به پیامبری مبعوث کرده و برای نجات بنی بشر فرستاده است، به همش ایمان آوردم. چهارم به کتابهای خدا، هر کتابی که از جانب خداوند مرسل است به همش ایمان دارم. پنجم بر روز آخرت که قیامت حق است، قیامت حق است، از نو زنده گردانیدن مردگان حق است، به همه ایمان آوردن. و نهایت ششم اصل به این که تقدیر نیکی و بدی همه از خداست. در دنیا هیچ کار به مشیت خداوند انجام نمیپذیرد. هر چی که هست، هر چی که می شود همه به مشیت خداست. بعضیش به رضای خدا، بعضیش به غضب خدا، اما همه به مشیت خدا و به علم خدا واقع می شود. علمی 6 اصل ایمان است. اگر ما شما را پرسیدن که ایمان چیست، سخنی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این جوان اعرابی بیان کرد ما و شما هم باید بیان کنیم. چرا اینا را ایمان میگن؟ زیرا اگر شخص به یکی از همین
انواع ششگانه ایمان نداشته باشد او مؤمن نیست، مسلمان نیست. 5 قبول داشته باشد یکیش نعوذ بالله انکار کند کافر مطلق است. بین او و بین ابلیس دیگه هیچ فرقی نمیمونه. وقتی این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم اظهار نمود، باز میگه همون جوان اعرابی گفت صدقت یا رسول الله، ای حبیب خدا راست گفتی. فاخبرنی عن الاحسان، گفت از ایمان با خبر شدیم، از احسان خبر مکو که احسان یعنی چی. اسلام پرسید، ایمان پرسید، سوال سیمش از احسان است. احسان یعنی چی؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. گفت احسان آن است که عبادت خدا را ذیل انجام دهی که گویا خدا را میبینی، خداوند در نزد حاضر است. زیرا اگر چند تو قدرت دیدن خدای بزرگ نداری، زیرا این چشم ها امکان دیدن خدا را ندارند، اما خدا تو را میبینه. خدا از اعمال تو با خبر است. خدا از هر فکر افکاری که در قلب تو خطور میکند، در معینه تو میگذرد، از همه واقف و آگاه است. احسان انمی است. وقتی جواب گرفت باز میگه گفت یا رسول الله فاخبرنی عن الساعه، ای حبیبی خدا از ساعت قیامت مرا آگاه کن. از قیامت، که قیامت کی قایم می شود؟ در جواب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود مل مسئول عنها باعلم من السائل. سوال شونده از سوال کننده در این موضوع داناتر نیست. گفت منم چه تو میدونم. مقصد وقوع قیامت نه من میدونم نه تو. این علم نزدیک خداست، خدای بزرگ خودش میدونه. مل مسئول عنها باعلم من السائل. سوال شونده مثل سوال کننده در مسئله وقوع قیامت عاجز است که کی می شود. امروز جوانای ما باور میکنن خدا جانشون مست کنن، میگن فلان پریتسکازاتل گفته است که سال 2012 دنیا به آخر میرسه. ای خدا جان شما را مست کنه و همون پریتسکازاتل تونم. از پیغمبر سوال میکنن، میگه که سوال شونده مثل سوال کننده عاجز است، بیچاره نمیدونه و پریتسکازاتل ای سری دلش میدونه. همون گراسکوپو را کم گوش کنه. گراسکوپ دروغه. هر کسی به همون ایمان میاره که گپای همون راست است، نعوذ بالله در ایمان شک میروه. بسیار مسئله نازکه. حالا انشالله در موضوع عشق اومدیم در اینجا با مفصلا صحبت بکنیم. باز سوال کردید که پیامبر به سوال قیامت جواب نمیگه. گفت یا رسول الله فاخبرنی عن امارتها. گفت از ساعتش که نمیدانی از نشانه هاش خبرم کن که نشانه های قیامت چی است، چه خیلی میفهمیم که قیامت نزدیک شده است. در جواب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان تلید الامه ربتها و ان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. گفت نشانه های نزدیکترین قیامت این است که بیچاره زن خوجین تولد میکنه. زن مادر مثل کنیز است، بالای سر خودش یک خوجین تولد میکنه. بچه در سر مادر خوجین میشه. یا تکنون هم میتش میزقونش، یک کرتاها که پپلینش میکنه، یا سال میزقونش که کجا کردی کرتا را کرده بد کو. و نشانه دومش این است که مردم پابرهنه و لچ، مردم فقیر و کمبغل، شخصایی که یک زمان چوپانی میکردن، مالی مردم پودابانی میکردن، به همدیگر در بیناهای بلند آشیانه افتخار میکنن. همه قدر خانه های بلند راست میکنن که یک تاش 4 تاش کرد، دیگریش کوشش میکنه که 5 تا کنه، یا دیگرش کوشش میکنه که 10 تا برسونش. یعنی مردم دیگه به دیانت افتخار نمیکنن، مردم به نماز تهجد افتخار نمیکنن، مردم به قیام لیل، مردم به صیام نافله نه،
به خانه های بدواهیمه به هم دیگر افتخار میکنن، به ماشین های مرسدس نمیدونم پرادو به هم دیگر افتخار میکنن. همین نشانه های نزدیکترین قیامت است. وقتی که میگه این سوالا را کرد جوابش گرفت، ثم منطلق، از جاش خست. میگه در بعضی روایات اومده است که حتی اجازت پرسید که یا رسول الله اجازه هست که من خارج شوم از پشت کاری خودم برم؟ حضرت میگه اجازتش داد، از مسجد خارج شده رفت. بسیار با ادبانه، بسیار زیبا و خوشرو. من میگه دیگه خاموش ما تو معبود ایستاده بودم. حضرت عمر به همون سیاستش میگه من در تعجب ماندم که کی بود با این ادب، با این شکل و صورت زیبا، با این سوالهایی که هم کوتاه هستند هم فراگیر هستند، کی باشه؟ فلبثت ملیئا، اندکی میگه در تفکر غرق شدم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به من مراجعت کرد، گفت یا عمر اتدری من السائل؟ ای عمر، گفت فهمیدی که کی بود این سوال کننده؟ این مسافرت شناختی کی بود؟ حضرت گفت الله و رسوله اعلم. گفت یا رسول الله خدا و پیغمبر داناتر است. من شخصی را به این زیباگی، به این خوشلباسی، به این آداب حسنه و زیبا، به این سوالهایی که هم کوتاه هستند هم اینقدر فراگیر و شامل هستند ندیدم، نمیشناسمش. حضرت در جواب فرمود فانه جبرئیل علیه السلام آتاکم یعلمکم دینکم. ای گفت حضرت جبرئیل امین است، به صورت یک اعرابی آمد تا اینکه به شما دین تونه تعلیم بده، شما را بفهمونه که بیهوده نشینه، گپای بیهوده نگین. هم آداب تعلیم تو داد، هم طریقه لباس پوشی را تعلیم تو داد، هم سوال تعلیم تو داد که باید چی نو باشه، هم طریقه نشستن برای تو تعلیم داد. برای آن آمده بود که برای شما دین با آموزاند، آداب با آموزاند، اخلاق حسنه را با آموزاند. این حضرت جبرئیل امین بود. حال اگر سوال کنن که آیا صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملائکه را دیدن، در جواب بگیم بله. بهترین دلیل همین دلیل است. حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است که یکی از صحیح ترین کتاب هاست، در پهلوی صحیح بخاری صحیح مسلم قرار دارد. خب اکنون به شرح توضیح میپردازیم، هر یک بابش انشاءالله جدا جدا، زیرا این شامل فراگیر تمام انواع و ارکان، هم عبادات، هم اخلاق و آداب، همه را فرا که میگیرد. انشاءالله مفصلا صحبت میکنیم در اطرافش. ببینید حضرت عمر با تعجب میگه که در آمد مرد چنان زیبا و خوشرو، شدید و بیاض ثیاب، لباسش بسیار سفید و تازه و آزاده، سر لباس بسیار زیبا و خوشرو جالب جلب کننده، موی سرش بسیار سیاه، غرض از سیاه ای که نو شست است، سر شستگی، ریش شستگی، تازه و آزاده خوشرو. اصل اسلام برادرها تازگی است، اصل اسلام نظافت است، اصل اسلام جمال است. حضرت جبرئیل در حالت آمده بود که در نیم جزیره عربستان مردم به سر لباسش اعتبار و اعتنا نمیدادند. در مملکتی که آب کم بود، در جا و سرزمینی که مردم به لباس قشد کاری هم میدویدن مسجد می آمدن. این حضرت آمد تا اینکه تعلیم بده که ای مردم، مسجد خانه خداست، شما زیارتگرای خدا هسته، شما مهمانای خدا هسته. وقتی که مهمانی میآید به خانه خدا میآید، سر لباس تازه و آزاده و خوشرو پوشید. یا حاکم دعوت میکنه بهترین لباستون هم بپوشه. خداوند حقی بیشتر داره که در نزد خدا شخص خودش زینت بده. از این خاطر است که با ثیاب بیزله، با لباس کاری، با لباس غشت، با لباس بدبو و چرکین به عذر نماز خواندن نزد احناف، نزد معتقدا و پیروای مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مکروه است، کراهیت دارد. ببینید لباس تازه و آزاده پوشیده است، لباس سفید. در حدیث اومده است که لباسش سفید بود، گرد نداشت. واقعا در اسلام بهترین لباس، زیباترین لباس، لباس سفید محسوب می شود. در خبر آمده است امام ترمذی، ابن ماجه، امام نسائی با اسناد حسن صحیح روایت میکنند
از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود، حدیث از سموره ابن جندب صحابه پیغمبر روایت کرده است، گفت البسوا ثياب البياض فانها اطهر و اطيب و کفنوا فيها موتاكم. ای مسلمانو، لباس سفید پوشید، زیرا لباس سفید طاهرتر، پاکتر است، خشروتر است. چشم اگر در لباس سفید به افتر روشن می شود. لباس سفید اگر ذره چرک داشته باشد در چشم توبه، گردنش چرک شده باشه او دیگه پوشیده نمی شود. همون مردمی که لباس سیاه و کبوت بسیار می پوشند، ایرو همین چرکینکیشو می پوشند که یکی گردن چرک شود نتوبه. لباس سفید خاصتا در همین گرمی، جوانای عزیز، لباس سفید افتابه اترجت میکنه، عکس العمل میکنه، بدن تا افتاب نمیزنه. سفید خوب است. ببینید پیغمبر امر کرده است البسوا ثياب البياض، لباس سفید تازه و آزاده پوشید، زیرا لباس سفید اطهر است، پاک است، اطیب است. حتی میگه کفنوا فیها موتاکم، مرده هاتون در کفن سفید پیچونید. اصلا کفن هر رنگی باشه اجازت است، اما در کفن سفید پیچونده گراندن مستحب است، زیرا پیغمبر ببینید تاکید میکنه که در لباس سفید مرده را پیچونه. الحمدلله که همین سنت مستحب در مرده ها رعایت میشود. زنده ها کم میپوشن سفیده، اما مرده ها را همشه در کفن سفید پیچونده میبرن، در گور میمونن. پس بهترین لباس در اسلام لباس سفید به دست جوانای عزیز. وقتی که ممالک اسلامی میروید، در اکثر ممالک از بس که گرم است، خاصتا در تابستان، میبینی همه سر لباس سفید است، تازه، آزاده، خوشرو. زیرا لباس سفید در زیر آفتاب بدن از آفتاب محافظت میکنه، خوب است. قصه ملائکه وقتی که میآید در بسیاری جاها اومده است، ملائکه با لباس سفیدند. البته روایت های سبز هم هست، نه که در اکثر جاها اومده است که لباس های ملائکه سفید است، سفید پوش هستند. تازه و آزاده باشه جوانای عزیز، لباس های خوشرو پوشه. خب از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همچنین لباس سبز روایت شده است. در حدیث آمده است در سنن ابو داود از ابی رمسه رضی الله عنه میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه بردان اخضران، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم دو جامه داشت، میگه جامه های سبز در بدنش، جامه سبز پوشیده است. این سبز هم یک نشانه شریعت است. بیرق اسلام ببینه، بیرق اسلام سبز است، رنگ سبز. این همی نصیحت که گوش نکنین همی خیلی شرمنده و خجالت زده میشه. گفتم که تلفن رو بکشه. لباس سبز از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. پس این ریش سفیدای ما که جیلکای سبز میپوشن، جامه های سبز میپوشن، خوشو به حالشو که انشالله دست به عملی مستحبه میزنن. یک چند روز شد که همه بازارا بسیار سوال میکنن بچه‌ها، بازار کاروان و جلجم، بازار سلطان کبیر، که داملا بعضی مردم پیدا شدن که میگن لباس سیاه و لباس سرخ و لباس زرد پوشیدن درست نیست برای مردها، همه اصل داره. انشالله همین را شرح میتیم بچه‌ها. لباس سیاه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیدن لباس سیاه به حدیث های صحیح ثابت است. از مادر ما بی عایشه امام ترمذی روایت میکند به اسناد حسن خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه مرتون من شعر اسود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه از حجره خارج شد، در بدنش یک جامه داشت. همین کلمه جامه برای ما بسیار معقوله، یا شوبه هم بگیم میشوه، پالتور هم بگیم میشوه. یک لباس زمستانه داشت، از رشته از پشم سیاه میگه تیار شده بود. مرتیش از پشم سیاه، برنگ سیاه پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده استش. در سال فتح مکه، واقعه فتح مکه ده از رسول الله صلی الله علیه و سلم امام مسلم روایت میکنه که وقت داخل مکه مکرمه شد در سرش سله سیاه داشت حضرت، سله سیاه.
پس از این معلوم میگرده که لباس سیاه مستحب است پوشیدنش، خوب است. خیلی در هوای گرم اگر بیشتر سفید پوشیم، در هوای خنک باکی نداره لباس سیاه پوشیدن. بپوشه. پیامبر ما، پیشوای ما لباس سیاه پوشیده است. خب مسئله اندک جنجالی مسئله زرد سرخ است. زیرا در مسئله سرخ زرد هم روایات اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده است و هم روایات نهی اومده است. واقعا اومده است حدیثایی که نهی میرود در او. حتی یک حدیث خوردم امام طبرانی و امام حاکم و عبدالرزاق روایت میکنن این حدیث، بعضی ها مرسلا بعضی ها مرفوعا از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود ایاکم والحمره فانها احب زینت الشیطان ان الشیطان یحب الحمره. حضرت گفته است که از لباس سرخ پرهیز کنید، زیرا که سرخ زینت شیطان است. شیطان رنگ سرخ دوست می داشته است. با قواری خونه سوخته با بد می بینه، شیطان دوست می داشته است. لباس سرخ میگه زینت شیطان است. یک روایت دیگر اومده است از حضرت عبدالله ابن عمر، میگه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم در حالی که یک لباس داشتم با معصفر رنگ شدگی. معصفر رنگ از سرخ میکنه لباس. حضرت وقتی دید بسیار غضبش کرد، گفت این چی است که تو پوشیده ای؟ حتی در یک روایت اومده است که حضرت گفت چرا شما لباس کفار را میپوشی؟ حضرت عبدالله ابن عمر میگه که سراسیمه اومدم که تنور را تفسانده استیان به خاطر نان کردن کشیدم برآوردم، میگه لباس دادری الو پرتفتم سوزاندم شو. وقتی میگه حضرت ملاقات شدم با لباس سفید، گفت چیکار کردی؟ گفتم یا رسول الله در تنور انداختم سوزاندم شون. گفت در زنت ندادی اخی؟ در زنکو ندادی بپوشه؟ برای زنکو باکی نداشت. یعنی که نهی رنگ سرخ در حدیث ها آمده است، اما در برابر این بعضی حدیث هایی است که دلالت به آن میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس سرخ پوشیده است. از جمله در صحیح مسلم از برا ابن عازب رضی الله عنه روایت شده است که میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مربوعا له شعر یبلغ شحمت اذنه و فی روایت شعره یبلغ منکبیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه چهار پهلو بود، چهار پهلو، پهلوان شکل بود، کتفای پهم داشت، موی سرش در نرمه گوشهاش میرسید. در یک روایت حتی اومده است که موی سرش در کتفاش میرسید. این روایت هم اومده است. موی زیبای خشرو داشت. رأیته فی حلة حمراء لم ار شیئا قط احسن منه. دیدمش میگه لباس سرخ در بدنش در حیاتم از او خوشروتر چیزی رو کسی را ندیده بودم. چنان زیبا، چنان آزاده لباس حمره در بدنش. حدیث باز تاکید میکنم حدیثی صحیح است، امام مسلم روایتش کرده است. همچنین امام ابو داود روایت میکند از ابی جحیفه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم در مینا از بالای شتر خطبه میخواند، در بدنش لباس سرخ بود، یک برده بود، یک پلش سرخ. پس ببینه حدیثان متعارض شدن ظاهرا. بعضیش میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی میکرد بکشینش، شمالتیک را بکشی، از بیرون است. بعضی دیگر اندر گرم هم شود طاقت کنی بچه ها، همینو خلل میرسونن. ولی شکایت میشود که دیسک میگیریم گوش میکنیم صداشو قدر خوب نمیبروید. اگر اصل بگیریم یکی از سببای خلل رسونیش همین هم هست. الحمدلله که امروز از اپارات ها خوب شدگیان، با کمک برادر توکل جان خدا عمرش دراز کند صدا خوش میبروید، اما همین خلل میرسونه. به همون خاطر اندک صبر کنه ان شاء الله.
مردم در زیر آفتاب تابستان کار میکنند در صحرا، ما و شما در زیر سایه شیشتگیم، خیلی اندر گرم شدیم عرق کردیم، ان شاء الله خیره. خدای تعالی در عوض هر دانه عرقی که از بدن ما خارج می شود امر بکنه یا حسنه در نامه اعمال مثبت می شود. بعضی ها وقتی که تاکید میکنن میگویند که از جانب حضرت امام اعظم ابو حنیفه کراهیت پوشیدن لباس سرخ ثابت است، مکروه است. در این مسئله چندین کتابو را نگاه کردم، از همه مفصلتر و بهتر شیخ ظفر احمدی عثمانی تهانوی در کتاب اعلاء السنن آورده است، روایات تمام کتابو را میاره. از جمله تاکید میکند که یک شیخ حنفی مذهب، یک عالم بسیار بزرگ است با نام شرنبلالی، در مسئله لباس سرخ تمام روایات جمع آوری کرده است. میگه 8 حکم است و حکم آخری که قرار گرفته است میگه پوشیدن لباس سرخ مستحب است، باکی نداره. زیرا حدیث های اجازت و دلالت از او حدیث های نهی منع قوی تر هستند، خوبتر هستند. و از امام اعظم ابو حنیفه نیز روایت شده است که گفته است لا بأس به، باکی نداره پوشیدن لباس سرخ. یعنی که او چیزی که حضرت امام اعظم نهیش کرده است لباس سرخی که با رنگ معصفر رنگ شده است. معصفر نام یک گیاه است، هر لباسی که به همون رنگ معصفر رنگ شده است و سرخ شده است، غرض از منع نهی مکروه تحریمی بدن همون رنگ معصفر است. البته بعضیا گفتند که در ابتدا اجازت بود، بعدا پیغمبر نهی کرده است. حدیثایی که دلالت بر اجازتش میکنن حدیثای پیشینه هستند و حدیثایی که منعش میکنن حدیثای بعدینه، در صورتی که این سخن اصل نداره. علامه ظفر احمد همین را ثابت میکنه که این سخن اصل ندارد، زیرا حدیث ابی جحیفه حدیثای آخر است، آخرای حیات پیغمبر است. میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حجة الوداع بمینا یخطب علی بعیر و علیه برده حمره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم در مینا در حجة الوداع، این سال آخران حیات پیغمبر است. 2 ماه بعد حجة الوداع حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. در مینا دیدمش، میگه در بالای شتر بالا به مردم خدمه میخوند، در صورتی که در بدنش یک پلش سرخ بود، برده پلش میشوه، بالا پوش جیلک بگیم میشوه، یا جیلکی سرخ داشت. پس این سخنی که میگن حدیث های اجازت لباس سرخ در ابتدا بوده است بعد منسوخ شده است اصل نداره. بعضی های دیگر از جمله ابن قیم جوزیه ادعا میکند که لباس سرخی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میپوشید او سرخ بحت نبود، سرخ یک رنگ نبود، بلکه یک خط سرخ یک خط سیاه داشت، خط سیاه داشت. زیرا او برد یمانی بود است، لباس های برد یمانی همه مخطط هستند، خط هستند، خط سرخ و خط سیاه. از همین خاطر اون نهی در لباس سرخ بحت است، سرخی که یک رنگ است، همش سرخ است. اما اگر سرخ باشه و بعضی رنگ ها و رشته های دیگر داشته باشه باکی نداره. در صورتی که امام شوکانی همین هم میگه اصل نداره این سخن، زیرا که صحابه های پیغمبر فصیح ترین این امت هستند. حضرت برای ابن عازب برد یمانی و مخطط از لباس سرخ فرق نمیکرد، ابو جحیفه برد یمانی را از لباس سرخ از جیلک سرخ فرق نمیکرد. از این خاطر میگه این اصل نداره. گپ در سر این است که او چیزی که پیغمبر نهی میکند لباس معصفر است، با رنگ معصفر زینت داده شده و سرخ کرده شده. اما این کرسکوهایی که امروز میزنند یا معصفر نیستند، همه یا خیمی چیز که کرسکان، ممکن ای نفت ای دیگر چیزا استحصال شود. از این خاطر پوشیدن لباس سرخ بچه لا بأس به است، باکی نداره، اجازت است. لباس سرخ، لباس زرد پوشیدن باکی نداره. فقط یک چیز من برای تو تاکید میکنم که در اصول هر جایی که لا بأس به می آید یعنی باکی نداره، در زیرش یک کراهیت تنزیهی نهفته های، یعنی که از پوشیدنش نپوشیدنش اولاتر های. پوشیدن باکی نداره، نه که اگر نپوشی بهتر است. یعنی که از اون لباس سرخ دیده لباس سفید بهتر های، لباس سبز بهتره، لباس اسبونی بهتره از لباس سرخ دیده.
لیکن اگر با جوانایی که لباس سرخ پوشیدن اینجا بعضی‌ها را میبینم انشالله با که نداره ایو را طعنه نزنی. من از یک چی حیران میشم، همون جوانایی که دعوا و جنجال میکنن لباس سرخ زرد نپوشه، همه لباسای سفید سیاهی را که همه قدر تنگ کوتاه هستن که نیمی بدن مرد میتوه نمیدیده باشن، همه شیمای جنسی کبوتی را که لااقل همون خمگشتکا را پر نمیکنن، حتی همون شروع مقعد ظاهر از دیار است نمیدیده باشن. واقعی خدا چشماتون را کور کنه که از این ای بچه ها را نهی کنه. افسوس و صد افسوس.